شما پاشو برو گوشه کلاس، رو به دیوار، یه پات بالا، رو پای چپت وایسا، دستاتو بگیر بالا. یادتونه؟ معلم‌ها اینجوری تنبیه میکردن. امروز میخوایم چالشش رو انجام بدیم، ببینیم چقدر دردناکه، چقدر میتونیم روی پا وایسیم. آخر ویدیو اگه محتوا رو دوست داشتی میتونی منو سابسکرایب کنی تا ازمون حمایت شه. خیلی ممنون. خیلی خوب، بدون توقف میریم که چالش رو شروع کنیم. 1 2 3. فعلا که آسونه تا اینجا. یکی از راه‌های این که بتونی روی پا وایسی اینه که به یه نقطه ریز یه نقطه ریز انتخاب کنی، بعد به اونجا زل بزنی. چشت هم ور نداری، اینجوری راحت میتونی متمرکز بشی. همین کارو میکنیم. الان من لنز دوربین رو نگاه میکنم. واقعا اون موقع چی فکر میکردم؟ میگفتم برو روی پات وایسا، برو گوشه کلاس روی پات وایسا. معلم ما میگفت برو رو به دیوار، گوشه کلاس وایسا، 2 تا دستا بالا، رو پای چپت وایسا. من همین کارو الان دارم انجام میدم، ولی رو به شما. فعلا که آسون به نظر میاد تا اینجا. چقدر شده؟ تقریبا 2 دقیقه. اوه. کم کم داره ساق پام درد میکنه. اون موقع خیلی بیشتر وای میستادیم، تا آخر کلاس وای میستادیم. بالاخره جوونی و وزن کم و شادابی و الان دیگه پیر شدیم. یادم میاد اون موقع اصلا شرمنده نمیشدیم به خاطر این کار. بیشتر هم بین حال پسر بچه ها بیشتر اینجوری هم. بین پسر آره ما شاخیم، ما به حرف معلم گوش نمیدیم. بین پسر بچه 90% پسر بچه ها این موضوع هست. اصلا بعضی وقتا بچه ها کاری میکردن که معلم بهشون میگه پاشو برو اونجا وایسا، برای خودش دیگه شاخ میشد دیگه. من اینجوریم من اونجوریم. ولی فکر نکنم دختر اینجوری باشن، ولی 90% پسرها اینجوری هن. حالا اون 10% هم که دیگه خودتون میدونین دیگه. ولی کار شاخی بود بین ما. تو کلاس ما کار خیلی شاخی بود. دارم رسیدم به مرحله درد. الان پام شروع کرده به درد کردن. تا من اینجوری وایسادم خیلی ممنون میشم که سابسکرایب کنید. البته اگه دوست داشتین سابسکرایب کنید تا ما رو حمایت کرده باشید. ممنون. اصلا تجربه خوبی نیست که تقریبا تا اینجا 7 دقیقه و من دارم میمیرم. میخوام 10 دقیقه رو نگه دارم. میخوام تا جایی که میتونم بمونم و یه رکورد برای خودم ثبت کنم. فعلا که تو ذهنم 10 دقیقه هست. حتما تو کامنت ها برام بنویسین که شما چقدر میتونین وایسین. پیش بینی کنین که چقدر میتونین وایسین. این حسو به آدم میده که انگار، بذار بگم دردش چجوریه. تا حالا شده یه 7-8 کیلومتری بدویم، دقیقا همون درده. وقتی 7-8 کیلومتر هم خودم که اینجوریم 7-8 کیلومتر میدوم، دردش اینه. کف پام داره درد میکنه، ساق پام داره درد میکنه، انگشتای پام هم حتی دارن درد میکنن. چه عرقی کردم حاجی. 12 تقریبا 12. چه عرقی کردم.
اوه.